السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من کیستم؟ هرگاه این سوال را هر یکی ما به خود می دهیم. من و شما باید افتخار کنیم، نه شرم. فخر کنیم، نه تکبر. زیرا الله سبحانه و تعالی متکبران را دوست ندارد. در سوره نحل آیت 23 الله سبحانه و تعالی می فرماید: براستی الله می داند که چی در دل پنهان می دارند و چی چیز را آشکار می سازند و او متکبران را دوست ندارد. در حدیث طبرانی آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر شخصی که در دلش مثل دانه خردل، یعنی دانه گیاهی که نهایت خرد است و چنگ آن حتی و چشم دیدن مشکل است، مثل آن همان در دل کبر داشته باشد یا غرور داشته باشد، به بهشت نمی درآید. ما از صورت و سیرت مسلمان بودنمان باید افتخار کنیم و سرمان را بالا برداریم. الله تعالی این نعمت را برای ما داده است و شکرگزار نعمت الله باید باشیم. از آن حجابی که ما داریم باید فخر کنیم، نه شرم و نه ترس. ریش مسلمان برای زیبایی نیست، بلکه حجاب رویش است و نباید ما شرم کنیم. الله سبحانه و تعالی در آیت 44 سوره مائده چنین گفته است: پس از مردم مترسید، از من بترسید و آیات مرا به بهای اندک مفروشید و هر کی موافق آیاتی که الله نازل کرده است حکم نکند کافر است. پس هرگاهی که حکمهای الله را انکار کنیم، شاید از نادانی باشد، باید به خودمان سوال دهیم: آیا من کیستم؟ در سوره انعام آیت 123 الله سبحانه و تعالی می فرماید: و به انسان در هر دهه گناهکارانشان را رئیسانشان قرار دادیم تا در آنجا مکر و فریب کنند. مکر یعنی فریب کنند، ولی نمی دانند که جز به خود مکر یا فریب نمی ورزند. حق را از باطل چگونه فرق نمی کنیم؟ آیا چشمانمان نابینا شد؟ آیا گوشهایمان کر شد؟ آیا زبانمان لال و یا گنگ ماند؟ در سوره حج آیت 46 الله تعالی می فرماید: آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهای گردند که به وسیله آن خردمندانه بیندیشند و گوشهایی که به آن بشنوند؟ اینجا سوال است، زیرا چشمها کور نه، بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارند کور می شوند. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 178 چنین می فرماید: برای جهنم یعنی دوزخ بسیاری از جن و انس یعنی انسانها را بیافریدیم. آنها را دلهایی است که به آن نمی فهمند، یعنی حق را،
و چشمهایی است که به آن نمی بینند، یعنی حق را، و گوشهایی است که به آن نمی شنوند، یعنی حق را. اینها مانند چهار پایانند، یعنی حیوانند، و حتی گمراه تر از آنانند. اینها خود غافلانند، یعنی جاهلانند. با خود سوال میکنیم آیا من کیستم؟ سوره بقره آیت 212. برای کافران زندگی این جهانی آراسته شده است و مؤمنان را مسخره می کنند. آنان که از الله می ترسند در روز قیامت بالاتر از کافرانند. الله هر کسی را بخواهد به حساب روزی می دهد. تماشابینان گرامی، در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. الله نگهبان هر یکی شما باشد و در حق همدیگر دست به دعا باشد و هرگاهی که از نادانی، از نافهمی، گفته های حق را، گفته های الله را، گفته های قرآنی را تا بار دیگر تکرار میکنم، شاید از نادانی باشد این کار کنید، به خود سوال دهید و آخری آیت 44 سوره مائده را به خاطر بیاورید. الله نگهبانی هر یکی شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.